میخواین بدونین کمیابترین مابی که داخل ماینکرافت میتونه به وجود بیاد چیه؟ خب بذارید از زامبی شروع کنیم که شانس اسپانش حدود 20%. شانس اسپان زامبی ویلیجر 5%، یعنی از هر 20 تا زامبی یه دونه زامبی ویلیجر. شانس اسپان بچه زامبی ویلیجر فقط 5%، یعنی از هر 2000 تا زامبی فقط یه دونه. بین بچه زامبی ویلیجر هم 5% دیگه احتمال داره که سوار مرغ باشن، یعنی از هر 4000 تا زامبی فقط یه دونه. حالا اگر فرض کنیم سختی بازی روی هارد باشه، شانس این که با آرمور اسپان بشه 15%، یعنی یک از هر 93000 تا. اما وایسید هنوز ادامه داره. شانس این که آرمور بچه زامبی ویلیجر فول ست باشه 73%، اما شانس این که اون فول ست دایموند باشه فقط 400%. اگر این بچه زامبی ویلیجر فول آرمور دایموندی ما یه دونه شمشیرم دستش باشه، شانس اسپانش 1.7%. و در آخر اگر این بچه زامبی ویلیجر ما دست چپ باشه، شانس اسپان اون ناقابل 1 در هر 5 تریلیارده. اگر تا اینجای ویدیو رو دیدین دمتون گرم، لایک و ساب یادتون نره.